سلام، من مومین احمدی هستم که در برنامه اخباری آزادی با خبر و گزارش‌ها از تاجیکستان و جهان شما را همراهی میکنم. امروز 18 اوگوست است. نگاهی کوتاه به چند گزارشی برنامه. در مسجد صدیقیه کابل ترکش رخ داد و 10 نفر کشته و زخمی شدند. باز این مرجت از روسیه بیرون پرانده بود مردم. در کمیته دولتی امنیت ملی رهبر پیشین کنسولی ملی اسماعیلیان تاجیکستان را بازپرسی کردند. از زن 68 ساله چی پرسیدند؟ نفقه‌گیران خسته از نوبت پایی یاد دوران شوروی را میکنند که نفقه را به خانه می آوردند. واسطه همین اچور نمیستودی، کشته میبود، خانه دا میدود. مقامداران پلیس شهر کابل تصدیق کردند که در نتیجه ترکش در یکی از مسجدهای شهر کمش 21 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. این در حالی است که سازمان‌های خیریوی غیر دولتی شماره قربانی‌ها را به 27 نفر برابر می‌دانند. تفصیلات حمله به مسجد صدیقیه کابل در گزارش همکارمان خیرامان بقازاده پیشکش می‌شود. پلیس میگوید شام 17 اوگوست بر اثر ترکش در یکی از مسجدهای پایتخت افغانستان شهر کابل 21 نفر کشته و کمش 33 کس دیگر جراحت برداشته است. اتفاق وقت مسلمانان که به ادای نماز شام دمی شروع نماز شام یک صدای بسیار انفجار قوی و وسیع از داخل مسجد برآمد که بسیار به تعداد زیاد مسلمانان شهید و زخمی شد. حتی زخمیای ما که که دنمی 2 زخمی از جمع فامیلای ما است که آورده میشه. این در نماز شام بود، یک گرانبست کرد، ما برآمدیم دویده رفتیم طرف مسجد، به تعداد زیاد دیگه مردم از بین رفته بود، شهید شده بود. باز این مسجد از روسیه بیرون پرانده بود مردم. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد تصدیق کرد که ترکش تلفاتی جانی در پی داشت و افزود که مسئولان این جنایت به جوابگری کشیده می شوند. بعد ترکش در مسجد کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. از زمان سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه اوگوست سال گذشته همپیمان‌های محلی گروه دهشت افکن دولت اسلامی حمله هایشان را افزایش دادند. روز دوشنبه طالبان اولین سالگرد سر قدرت آمدنشان در افغانستان را جشن گرفتند. آنها اصرار می‌ورزند که دهشت افکنان شاخه خراسانی داعش را شکست دادند، ولی هفته گذشته در شهر کابل یکی از بامبگذاران مرگ طلب روحانی مؤثر طالبان را به قتل رسانیدند. تفصیلات حوادث افغانستان را در سامانه رادیو آزادی خوانید. برنامه ما ادامه دارد. شرافت محمد انبر و رهبر پیشین کنسولی ملی اسماعیلیان تاجیکستان را 2 روز به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت کردند و از او درباره فعالیت سازمان آقاخان در تاجیکستان پرسیدند. در این باره خود شرافت محمد انبر و که حالا در نزد پیوندانش در خاروق است بر رادیو آزادی صحبت کرد. همکارم میرزانبی خالقزاد وابسته به نتیجه این بازپرسی با خانم محمد انبر و هم صحبت شد و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، مسئله اساسی که سبب دعوت به بازپرسی شده است چی بوده است؟ بله، مسئله اصلی این سند عهدنامه یا خود سازشنامه فعالیت و همکاری سازمان آقاخان با تاجیکستان بوده و شرایط فعالیت قانونی آن در تاجیکستان بوده است. خانم محمد انبر و گفت مقامات امنیتی معامله خوب داشتند و با احترامانه سوال جواب میکردند. و گفت که از سال 1993 به این طرف در مسئولیت‌های گوناگون سازمان آقاخان فعالیت داشته است و با نظر داشته همین سابقه کاری مقامات برای مشخص کردن فعالیت قانونی سازمان آقاخان در تاجیکستان او را دعوت کردند. خانم محمد انبر و همچنین گفت که یک عده سالهای دیگر در رابطه با ساکنان بدخشان بود که در ناآرامی‌های اخیر در حبس هستند. یعنی کدام از آنها را میشناسد، کدامشان را نمیشناسد. معلوم است که فعلا تعدادی از اعضای گروه 44 و حدود 90 نفر از ساکنان روشان و افراد دیگری فعال بدخشان در محبس قرار دارند. محمد انبر و در پاسخ گفت که در میان پرونده های آنها تنها 1 نفر منوچهر خالق نظرف را شناخته است که همسایه‌شان بوده است و با والدان آنها در دانشگاه در یک وقت تحصیل داشته است. منوچهر خالق نظرف مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر، عضو ائتلاف ضد شکنجه و عضو کمیسیون 44 بود که در ماه می بازداشت شده بود.
خانم گفت چند روزه که در خاروغ است و با مردم صحبت کرده است، همه در ترس و تعلق هستند و اگر میگن فرزند همدیش را امروز بازداشت کرده و مجازات کردن، روز دیگر با فرزند او چنین اتفاق خواهد افتاد. ضمناً میرزونبی همین حال و خبر دسترسی ما شد که مقصود غیاسف، یک فعال مدنی و بلاگری زاده بدخشان که بیش از نیم سال در شهر مسکو زندگی داشت بازداشت شده است. شما که حادثه های بدخشان را پیگیری کرده، در این باره هم تفصیلات پیدا شد؟ بله مومین، بر اساس خبری که منابع رادیو آزادی میگویند، مقامات قدرتی تاجیکستان یک روی خطی را در دست دارند که بر اساس آن تلاش میکنند 10 نفر افراد فعال مدنی بدخشان که در بیرون تاجیکستان از جمله در روسیه به سر میبرند بازداشت کنند. بنا به این خبر فعلا در روسیه یک گروه کاری 13 نفری وزارت امور داخله در مسکو قرار دارد، هرچند خودی مقامات در این باره حرفی نمیزنند. قبل از بازداشت شدن بلاگر غیاسف 29 ایول، آرز و رمزی وزیر بیکوف ها، 2 فعال زاده بدخشان در فرودگاه دمدید و مسکو ناپدید شده بودند و یک روز پس در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نشر شده بود، آنها گفتند اختیاری به وطن برگشتند. اما پیوندان آرز و رمزی وزیر بیکوف ها میگویند آنها نیت به تاجیکستان رفتن نداشتند و نشر نوار بازگشت اختیاری آنها صحنه‌سازی است. و طور سازمان‌های بین المللی حقوق بشر میگویند به مراجعت‌های آنها مقامات حکومت تاجیکستان پاسخ نمی‌دهد. از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران SPG از مقامات تاجیکستان خواسته است الفت خانم محمدشاه و خوشروز جمعیف خبرنگاران و فعالان مدنی را آزاد و محاکمه پنهانی ژورنالیستان تاجیک را بس کنند. پرزیدنت همین سازمان جاد گینزبرگ در یک بیانیه رسمی که روز 11 آگوست امسال نشر شد گفته است مقامات آنها را آزاد کنند، هر گونه اتهام بر ضد آنها و مهر مخفی از پرونده هایشان را بردارند. تشکر میرزونبی. نورسان در وادی یغناب سال دوم است که بعد از صنف 5 تحصیل میکنند. تا سال گذشته خوانندگان مکتب در این گوشه دوردست تاجیکستان تنها تا صنف 4 میخواندند. برای تحصیل آنها در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند. آموزگاران میگویند بیشتر پسران را به تحصیل جلب کردند، اما نه همه والدین به خواندن دخترانشان اجازت میدهند. همکارم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در جریان سفر به یغناب این موضوع را هم تحقیق کردند. علفدروی و چارواداری شغل اساسی رجبعلی عطاالله‌اف است. این ساکن دهه پیسکان یغناب بغیر از مکتب دهه دیگر در یگان جای نخوانده است. پیچور خوندگی اینجا توصیم پیچور بود مکتب. خب بعد دیگه چیکار کرده؟ بعد همین زندگی من مولود بود. سرنوشت اکثر نورسان یغناب مثل تقدیر رجبعلی است. بسیاری از ساکنان تنها در مکتب دهه تا صنف 4 خواندند. آنهایی که امکان داشتند فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه بردند. افرادی که امکان نداشتند در دهه ماندند و از پس دهقانی و چارواداری. همه موجوده بابای نبود رئیس ناحیه ماده همه اینه که آدم وای کرد که مثال من کدام مثال گریم انستوتی خواهد من به یگان اگزم من وای قبول میکنم. خب همه یغناب بیاد با همین جور مقصد کار کنه. صاحب مقصد دکتری ده بعد مثلا من تراکتوریست خواند من رهاد مثال نیست ما اون تراکتوریست حاضرم میرم از انزا و یک جای اکتر قرار میکنیم همراه ما اچس که تازه کرده میبیاد. مقامات برای جلب نورسان از یغناب به تحصیل سال گذشته این مکتب اینترنت را ساختند. محصلین ماه سپتامبر از یغناب می آیند و شب و روز اینجا می مانند. در وقت تعطیل تیر ماهی و زمستانه اگر راه باز باشد به نزد پدر و مادر بر می گردند، اما درس دادن نورسانی که سالها از مکتب دور بودند آسان نیست. مکتبچه‌های وادی یغناب از بس که چندین سالها از تحصیل دور موندند و باور کنید که با یک مشکلات بود، با یک عذاب بود و توانستیم که همین مشکلات ها رو برطرف کنیم. با فرم یگانی مکتبی تامین کردیم، با کتاب تامین کردیم، با خورد و خوراک تامین کردیم. خوانندگان صنف 1 فهمشون نقص، صنف ابتدایی بهتر، چون در همون بالا هم تحصیل گرفتن و صنف‌های بالایی خط سوادشون سست‌تر. فعلا در این مکتب اینترنت 45 نفر از یغناب میخوانند. اکثرشان پسرانند.
شمس‌الدین عطاب‌الله‌اف ساکن دهه پیسکان سال گذشته تحصیل را در مکتب اینترنتی انزاب آغاز کرد. حالا برای سال نوی تحصیل آماده می شود. شمس‌الدین چند شعر را از خود کرده است. بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم، به آرام هر کسی بیکار گردد و چشم عهد و عالم خور کرده. ساکنان در یغناب از آن که فرزندانشان به تحصیل جلب شده‌اند خرسندند، اما برای نورسان ماها دور بودن از خانواده آسان نیست. باور کنین میری همونجا زخ شدگی، نه کتاب خوانده، نه روز دراز گریه کرده شده. صنف یک ده من همینجا مثال میبریش 60 کیلومتر را برده مونده، مجبور یک هفته بس در روز بس برف میشه، سنگ میشه. باور کن بی من میگیره که من را با هوای خبر گیرم. رجب علی از آن که در مکتب نخواند پشیمان است. او نمیخواهد که تقدیر فرزندانش مثل او شود. ما نخوندیم اکنون میگیم که فرزندان مخوندن و یک چی شود. اونجا وای کنن کار کنن هیچی عذاب یا خیانت زندگی کردن خیلی. وادی یغناب یکی از گوشه‌های دوردستی تاجیکستان است که در حدود ناحیه عینی جایگیر است. ساکنان میگویند نبودن راه، مکتب و بیمارخانه زندگی آنها را مشکل کرده است. شاید به این خاطر کوچیدن آنان از یغناب سالهای اخیر زیاد شده است. مولا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی وادی یغناب. افرادی بازنشسته در ختلان که توانی درست راه رفتن و زیاد منتظر شدن را ندارند، ساعتها نزد بانکمت‌ها نوبت می‌پویند. نه همه وقت آنها امکانی گرفتن نفقه‌شان را دارند. بانکمت‌ها در بیشتر موارد پول ندارند. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. صف طولانی ساکنان در نزد بانک‌ها. این حالت ضمن عید و جشن‌ها و هنگام گرفتن معاش و نفقه پولی در اکثر شهر و نواحی ختلان مشاهده می‌شود. این بانکمت بانک اسخط در نزد بازار فراوان شهر باختر است. بانکمت‌ها برای مشتریان دیگر بانک‌ها تنها 200 سومان می‌دهد، ولی همه آنها قابل استفاده نیستند. مشتریان امانت بانک اکثرشان بازنشسته هستند، از نوبت‌پویی طولانی سر وقت نگرفتن پولشان شکایت می‌کنند. نه وایم میتونم، نه که اوچر بسیارای کمبودی بسیارای. وقت ساعت قطع واسطه همین اوچر نمیستودی، پشتا میبود، خونه دا میدود. انا حاجی اوچر دا میستی، نمیتیا میستی آخر دا میگه تو نیستی نباته. پگا بیو، پول نیسته، تموم شد میگم. پگا بیو، پگای دیگه بیو. بازنشستگان میگویند که در برابر گذاشتن نفقه پولی به صورت حساب بانکیشان به فکر گرفتن آن میشوند. بانکی ما خیلی که یک سبب خطی همین علی شدن، همین حاضر کار نکرده. بانک ما حاضر هم جماعت ما هم بانک کار نکرده. بریم در و همین به آشرید همین وای بگیریم بسیار خوبه. در نشست خبری بانک‌های منطقه باختر مسئولین از موفقیت میگویند، ولی خبرنگاران از مشکل بانک‌ها برای یونیدن پول مشتریان شکوه کردند. 15 بانکمتی که در شهر داریم ما بانک پولکتی تامین میکنیم، نه که طلباتی که اهالی همون شب و روز در بسیار میشن. شما خودتون توجه کنید که ما او را تاپور میکنیم، خیلی وقت میره. خیلی باید میآید چیکار کنیم؟ کارت را گرفتن میآید 5-6 کارت را بیسی بانکمت. مسئولین امانت بانک میگویند که نفقه خوران پول را از ناحیه خود نگرفته به مرکزی ولایت میآیند که صف طولانی و مشکل کمبودی پول را پیش میآورد. تنها امانت بانک در منطقه باختر 70 ترمینال نصب کرده است. این به گفته مسئولین بانک برای آسان کردن و گرفتن نفقه و معاش میباشد، ولی مشتریان میگویند که در گرفتن پول مشکل دارند. آنها عرض میکنند که گرفتن پول نه تنها از بانک دولتی بلکه از دیگر بانک ها گاه با مشکل انجام می شود. پایانی اخباری آزادی. خبر و گزارش ها با عکس و ویدیوی و صدا را در سامانه ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی مثل اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام و توییتر پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار بمانید.